وقتی که در خیابان‌های تل‌آویو می‌چرخید، رستوران‌هایی را می‌بینی که پر از مشتری هستند، چون با تمام درد زندگی ادامه دارد. ولی با غم یادت می‌آید که در فاصله 200 کیلومتر از اینجا مردمی هستند، سربازانمان که ممکنه بعضی هاشان برنگردند. بعضی از آنها از نزدیک میشناسی، بعضی از آنها را قبل از اعزام به مأموریت در آغوش گرفتی و این همیشه فکرت را مشغول می‌کند. یک خانه خراب شده را می‌شود از نو ساخت. یک خیابان ترک خورده را می‌شود تعمیر کرد. تمام کیبوتس‌های سوخته شده را می‌شود مجدد ساخت. ولی زندگی کسی که برای مبارزه رفته و برنگشته را نمی‌شود به او برگرداند. مسئولیتی که برگردن ماست، مسئولیتی که با تصمیمات خود عنوان یک فرمانده به عهده گرفتی، فرمانده‌ای که قسم خورده از میهنش دفاع کند، فرمانده‌ای که مجبور است در یک جنگ تحمیلی شرکت کند و پیروز شود برای فردای بهتر برای فرزندان من.